کردارهای ناجوانمردانه خائنان وطن که در دولت آلمان نسبت ملت تاجیک نسبت مقدسات ملی کردن، این در شأن این خائنان زیبنده نیست. این رفتار و کردارهای خائنان ملت شأن ملت تاجیک در عرصه بین المللی یعنی که پس کردنی بودن، ولی ملتی که فرهنگ دارد، سواد دارد، دولت دارد. این دولتی ما دولت نوبنیاد همگی پیدایشش 32 سال در دوران استقلالیت ما کار زندگی میکنیم. این نسبتا دولتی جوان که هست، همه شرایط خوب است، فضای تاجیکستان آرام است، تمام مردم تاجیک آسایشته زندگی دارند، در تمام کارخانه ها کار با رواج و رونق پیش رفته ایستاده است. خائنان ملت با این رفتارشان نمیتوانند که ملت تاجیک در عرصه بین المللی آبروی اعتبارش پس زنند. ما کردارهای شما ناخلفای شما خائنای ملت و دولت محکوم می‌نماییم و نمیگذاریم که شما بر ضد ملت و مقدسات ملی ما چنین رفتارهای ناشایسته نمایید.